تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتومیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار 21. قاضی قرار داد که با 100 نفر نوکر به ووژ می رود و در آنجا با سردار دسته شورشگران که جیانش بود پنهانی زبان یک کرده جنگ را کشان می دهد. در این بین آدم دلپوری را به فیض‌آباد نزد یوسف علی خان می فرستد تا او علاج از سر تخت دور کردن برادرش را یابد. در شغنان همه خوب می دانند که یوسف علی خان منتظر فرصت مناسب است. اگر از 1000 لااقل یک امکان دست دهد آن را استفاده برده محبت خان را با دستان خود پوست می کند. لیکن اگر جرأت نکند قاضی نقشه دیگر به کار می درآورد. نیروهای اسیانگر را متحد نموده محبت خان را با وفادارانش تار و مار کرده حکومت را به اختیار خود می گیرد. البته از دست سلاله بدخشیان و ترکان گرفتن حاکمیت کار سخت و خوفناک است، ولی می سزد که به خاطر چنین مقصد نجیب کس جانش را به خطر اندازد. قاضی دیوانبگی دوام نیم ساعت در حجره‌اش قدم زده عملیات آینده خود را معین نمود. سپس فرمان داد که 100 نوکر به جنگ آماده گردد. خود سوار شد و به بهانه پیش از جنگ زیارت نمودن آستان راه دیمرغان را پیش گرفت. در تمام شغنان یگانه نفری که قاضی به او کلاً اعتماد داشت آقسخال دیمرغان شیرین بیگ بود. این مرد وظیفه خود را صافدلانه اجرا کرده به بد و نیک خلق کار نمی گرفت. به مناقشه های اهل دربار همراه نمی شد. دیوانبگی حس می کرد که او به محبت خان نفرت دارد ولی آشکار نمی سازد. در فرصت تنگی که قاضی در اختیار داشت تنها به یاری شیرین بیگ امید می بست. شیرین بیگ را در خانه اش یافت. وی از بناخست پیدا شدن چنین شخص معتبر شغنان در روی حولی خود به حیرت آمد. دیوانبگی صاحب، مرا اینقدر سرافراز کردی، به خانه درو مهمانت گیرم. دیوانبگی از اسب نفر آمده با آقسخال سلام کرد و گفت وقت نیست شیرین، من به زیارت آستان آمدم، سوار شو و مرا همراهی کن. شیرین بیگ دانست که دیوانبگی گپ مخفی دارد. حرفی نگفت و یک به خانه در آمد و سپس اسبش را زین زده همراه او به سر آستان رفت. هر دو پیاده شده رو به جانب سنگ مقدس دو زانو زدند. دیوانبگی دعا خواند و هر دو رسم زیارت 3 بار پنجه به سنگ بردن و به پیشانی نهادن را به جا آوردند. یگان پرنون داری که فرصت تحتولم نداشتم، پرسید قاضی. آقسخال از خاش زین خلطه فرآورد و فوطه میانش را به زمین پهن کرد. از خلطه نان، گوشت قدید و سنجید و بادام برآورده به دستارخوان نهاد. دست به سینه گذاشت و مهمان را مراعات کرد. بفرما صاحب. قاضی نان و گوشت خورد و چون معده‌اش آرام گرفت گفت شیرین بیگ، من نزدت به زنهار آمدم. با این سان حرف به نزد کسی آمدن در شغنان چنین معنی داشت که شخص آبروی و اعتبارش را در پیش آدم اعتماد بخش به گرو گذاشته است. شیرین بیگ پرسید بفرما صاحب، چی کنم؟ دیوانبگی درد دلش را نزد آقسخال یک یک شمرد و نقشه‌اش را آشکارا گفت. من لشکر گرفته به سرچشمه می روم. اگر مدعای دلم را فهمیده باشی یگان آدم زنهاردار را به نزد یوسف علی خان فرست تا چاره کار را یابد. پس از 3 روز آدمت را انتظار می شوم. سرم هم رود من این سر را با خود به گور می برم. دیگر اختیار به توست. شیرین بیگ گپ‌های دیوانبگی را در ترازوی عقل سنجید و جواب داد این کار است نهایت سخت اما ثواب صاحب. اگر چنین جرأت کرده باشی من خواهشت را اجرا میکنم.
یک آدم هست که این سفارت را خوب انجام داده میتواند. من با او مصلحت میکنم. دیوانبگی خیر و خوش کرد و اسبش را جانب بحرپنجه دواند. از قلعه 100 نفر سپاهی گرفته با عجله جانب سرچشمه راند. وقتی به نیمده وارد شد، به نوکران امر داد که در برآمدگاه دیه در ریمزاران لب دریا که جای سیرون بود قرار گیرند. اول با شورشچیان گفت و شنید کنیم، اگر کار نداد به جنگ میگذاریم. شرح داد قاضی. گپ مرا گیرند و تسلیم شوند، کار به خونریزی انجام می‌یابد. پس از آن که لشکر قرار گرفت، قاضی 2 دهه را که زبان شغنانی نمیدانستند گرفت و جانب قرارگاه شورشگران رهسپار شد. در درآمدگاه دیه طلایه‌داران راهشان را گرفتند. پس از گفتگوی کوتاه آنها دیوانبگی و همراهانش را در مشایعت 3 نفر به خانه خورشیدشاه آوردند. خورشیدشاه سردار آسیان فرزند پسر عمکش بود. در باغ تازه درو شده سپاهدار در حدود 300 نفر جنگیان اختیاری جمع آمده بودند. خورشیدشاه عمکش را به دماغ پیشواز گرفت، به واخوری هم دست نداد. آمدی که خویش و تبارت را بکشی. با زهرخند پرکراهت گفت و ما به تو و شاهت چه بدی کرده ایم؟ به خانه درآ، یک به یک گپ زنیم. خورشیدشاه سر جنباند و پیش در آمد. قاضی همراه نوکرانش از پس او به خانه در آمدند. قاضی گفت گپت درست خورشید. آمدم که یک جایه تدبیر این قصه را اندیشیم. اگر دلت تسلیم شدن ما باشد خطا میکنی. این را من از تو بهتر میدانم. آمدم که در اینجا همراه تو 1 هفته جنگ بر دروغ تشکیل کنم. چی خیل بر دروغ؟ بیشتر به غضب آمد جوان. در این مدت شاه را به علاج باید بکشند. آرام جواب داد دیوانبگی. باور کن این خونخوار اهل دربار را هم به جان رسانده است. پیشنهاد خود را تقویت بخشید قاضی. همه بیزار شده است. اگر نابودش کرده نتوانند چی؟ شبهه آمیز پرسید جیان. آنگاه به جهانگیر میپیوندیم. جهانگیر خبر دارد؟ نه. برای چی؟ جهانگیر همه وقت به این کار آماده است. لیکن اگر سیر فاش شود کار بر من و تو سخت میگردد. مگر همین 2 مردی کمان به دست گپمان را به خر کلان نمیرسانند؟ یا تو مرا اینقدر ساده گمان کرده ای؟ باز غضب کرد خورشیدشاه. اینها یک کلمه شغلی نمیدانند. مخصوص با خود آوردم که شاهد گفتگوی تند و تیز ما باشند. برای چی؟ شاه در بین نوکران جاسوس دارد. بگذار به او خبر دهند که من و تو به سر هم خوب داد زدیم و عاقبت به جنگ برخاستیم. خورشیدشاه مگر مقصد عمکش را پی برد که هرچی تند و خشمالود به سر او داد زد. نیست باد محبت خان ملعون و شمشیرش را از غلاف کشیده به هوا برداشت. ما همتون را تومه تیغ میکنیم. قاضی هم شمشیرش را برهنه کرد و بانگ زد. مرد در میدان معلوم می شود، نه در خانه خود. پگاه لشکرت را انتظار می شوم. دهگان نیز دست به کمان بردند. خورشیدشاه به پارسی گذشت و فریاد کشید. با 1 تیر شما با 100 تیر جواب می دهم دیوانبگی. حالا این روبهایت را گیر و از نظرم دفع شو که به کشتنتان امر ندهم. قاضی هم به پارسی داد زد. فردا صبح می بینیم که چی مردی داری. و به همراهانش امر داد. رفتیم. فردا تسلیم نشوند چراغشان را خودم روشن میکنم. دیوانبگی و افسرانش هنگام غروب به نیمده برگشتند. او فرمود که شب طلایه بر پا داشته به جنگ آماده شوند. دعوت بقا. پشتکوهای شغنان و صحراهای وسیع پادامنه‌های کول آوازدار شیوه پشت سر شدند. تا فیض‌آباد هنوز 1 روزه راه بود. چیزی که به کاروانیان در اینجا پسند آمد سیرونی هوا بود. آدمانی که از گرشوم دمگیر گرما دلتنگ و بی‌طاقت شده بودند می‌خواستند از این وادی خوش هوا و سیر علف به جای قدم نگذارند. آقسقال اسحاق امر داد که شب را در همین جای جنت مثال گذرانند.
آنها قد نهر سیرابه که چون آسمان صاف و شفاف بود در زیر درختان جای گرفتند. اسحاق بدون نوکری که اسیران را همراهی میکردند امر داد از یگان چوپان 2 گوسفند خریده بکشند. نوکران خواهش کردند که از بین اسیران نفری را به آنها همراه کند. آقسخال سبب پرسید. ما لفظ پارسی نمیدانم. شرح داد یکی از آنها به زبان شکسته شغنونی. شما چه قومید؟ پرسید اسحاق. ما قرلوق هستیم، ترکی گپ میزنیم. جواب داد یکی. همین شغنی را از مجبوری کم کم یاد گرفتیم. افزود دیگری. شما چقدر قوم دارید؟ با حیرت پرسید اسحاق. من چغتای ازبکش را میدونم، لیکن قرلوق را بار اول میشنوم. ما هر خیل قبیله و قوم داریم. گفت آنه که سالمند و بزرگجوسه بود. قطغان، مغول، لقای، قنقرات، قلمیق، برلاس، قرلیق، هزاره، قرغیز، قبچاق. راستش گویم همشه خودم هم نمیدانم. در ایران و خراسان هم حکومت در دست شماست؟ پرسید آقسخال. این فکر همین حالو پس از جواب قرلوق در ذهنش شراره زد. ایشان در ایران نبودم، لیکن در بخارا و خراسان و بدخشان امیران همه از من. پس تاجیک در کجا پادشاهی میکند؟ از حیرت دست به گریبان برد اسحاق. تاجیک؟ پرسید قرلیق و کمی فکر کرد و جواب داد. تاجیک اشنا در ملاگی، شاعری، کتبی، حفظی میکند. پس از سکوت علاوه کرد. دهخانه هم کار تاجیک است. یا از تاثیر سخن نوکر یا از غایت خستگی دل اسحاق سیخ زد. او به مدار در جایش نشست و به نوکران اشاره کرد که از پی کار شوند. آقسخال از بندیان کی را به خود بگیریم؟ پرسید نوکر. داد محمد را. با صدای شکسته جواب داد اسحاق و افزود. سبز قدم را گوی پیش من آید. نوکران رفتند. اسحاق بالای سبزه یک پهلو زد و جانب مرغزاران فراخ وادی چشم دوخت. شنیده بود که در پس کوه شیبه سرزمین افسانوی هندوستان سر می شود که زمستان ندارد. در دلش خواهش پیدا شد که این کاروان بدبختان را در همین جا رها کند و به هندوستان گریزد. اما افسوس، صد افسوس، این فکر باطل است و اجرا نشدنی. محبت خان اهل خانوادهش را سر چند تیر می کند. چرخ فلک را ببین چه قدرت دارد. اسحاق با 2 دست ادب خیش و تبارش را به فیض آباد برده می فروشد. مگر انسان از این نامردتر بوده می تواند؟ نفروشد چه؟ از این اندیشه دل آقسخال باز سیخ زد. حس کرد که دست چپش از سر شانه تا آرنج کرخ شده است. نیمخیز شده در جایش نشست و بازویش را مالیده این فکر تازه به سرش آمده را در خیالش پهلو گردان کرد. اسحاق به چنین خلاصه آمد که اسیران را به فیض آباد رسانده آزاد می کند. برای آنکه محبت خان به خانواده‌اش ضرر نرساند به جهانگیر قاصد می فرستد که آنها را زیر حمایه خود بگیرد یا به نزد او به فیض آباد فرستد. آخر قریب همه‌شان خویش و اقربای او و جهانگیرند. در دنیا از آدم یا نام نیک باقی میماند یا بد. بهتر آنکه به نیکی نامت برند. سبز قدم آمد و سلفید و اسحاق را از بحر اندیشه ها به ساحل واقعیت کشید. پسر جان دستم را مالش ده، خواهش کرد آقسخال. چنان وزنی شده است که گویا از خودم نباشد. سبز قدم به خور و مال دوش و دستان اسحاق شروع کرد. پدر این جوان از گیرودار ناگهان نوکران شاه در کجای پنهان شد و پسرش به بند افتید. پدرت به تو زن دادنی بود، چی شد؟ پرسید اسحاق. همین هفته باید عروسی میکردم، جواب داد جوان، لیکن نصیب نبوده است. از این گپ جوان نفس آقسخال تنگ گردید. اشاره کرد که جوان از مالش باز استاد. عجب کار بده، غرنگاس زد اسحاق. نامزدت موند و خودت آواره؟ نه، نامزدم هم با ماست، گفت جوان. چی خیر؟ او را هم گرفتند؟ خواطرآمیز پرسید اسحاق. او و مادرش را گرفتند، گفت سبز قدم. پدرش گریخته به یاغیان سرچشمه پیوست. پدرش کیست؟ دیگریز تهمیوی. شناختم، چلیمدار خدا رحمتی قاضی دولق بود. غمانگیز گفت آقسخال و اندیشه کنان پیشانی مالیده گپش را دوام داد. هیچ گپ نه، بیغم به فیض آباد برسیم خودم صورتان را میگذرانم. چی خیر؟ با حیرت پرسید سبز قدم. همین طور، جواب داد اسحاق. لیکن با کسی در این باره دهان نکشو. اون طرفش کاری من. خوب شده است. خرسندانه تصدیق کرد جوان و با رغبت بیشتر به خور و مال او مشغول شد. این اثنا
آواز شیردار زن بلند گشت. او با ناله و حسرت زمزمه میکرد: افسوس که در دشت و بیابان مردیم، دور از وطن و جدا ز خویشان مردیم. یک پاره خط نویس ای دوست عزیز، در خط بنویس که ما پرارمان مردیم. ای بچه خورتیکو که برگی گلکم، مهری تو نوشته اند درونی دلکم. فردا که شود خاک سیاه منزلکم، کرما بکنن مهر تو را از دلکم. از شنیدن این رباعی های غمانگیز طبع آقسخال از نو خیره گشت و دلش باز سیخ زد. اندیشه گران دیگر به خیالش راه یافت. سببگار بدبختی این اسیران اوست. آنها را از یار و دیار جدا کرده به استقبال سرنوشت نامعین میبرد. محبت خان فرسخها دور ماند. فاصله از شغنان هر قدر زیاد میشد، شبح سیاه شاه همان قدر خیره‌تر میگشت. جای آن را آقسخال اسحاق گرفت. اکنون تقدیر بیشتر از 100 اسیر در دست اوست. عجب دنیای! حالا زهر ظلم و بی‌عدالتی شاه را باید او بکشد. از کدام صاحب گفتار شنیده بود که هر کس پرهیزکار نباشد خدا او را به خدمت حاکم ظالم گرفتار می سازد. چه حکمت آموزنده! چندین سال قبل وقتی که شنیدش لحظه هم در معنی آن اندیشه نکرد. حالا که به یادش آمد برای زندگیش دیگر کار نمی دهد. افسوس! گوسفندان را آوردند. آقسخال آنها را با دقت تمام از نظر گذراند. قوچقاران فربه و چنبرشاخ پسندش آمدند. سپس به داد محمد که در فرایض سنتی دانش و تجربه داشت رو آورد. برادر عزیز، میخواهم که این دو گوسفند را ذبح کرده دعوت بقا گذرانی. داد محمد سخت به شگفت آمد. دعوت بقا سر صحرا؟ بله، مگر از این جای بهتری در دنیا هست؟ خدایی عادی کرده ممکن، لیکن دعوت بقا برای چی؟ باز سوال کرد داد محمد که گپ آقسخال هیچ در عقلش نمی گنجید. التماس رد نکن داد. دستش را به کتف او گذاشته خواهش کرد عیسی. کی میداند عمرم چقدر مانده است؟ میخواهم چراغم را روشن کنی. داد محمد چی گفتنش را ندانسته با حیرت سر جنباند. این کار نو نیست کو، در مذهب رواست. سخنش را دوام داد اسحاق. رواست، لیکن داد محمد دوام گپش را فرو برد. یگان لیکن قبول نیست برادر، سر کن. داد محمد و نوکران اهل کاروان را زیر صدای سیرشاخ و برق خواندند. وقتی اسیران فهمیدند که آقسخال دعوت بقا دادنی است، مات و مبهوت شدند. داد محمد فرمود گوسفند را ذبح کنند. خود از سنگ نیمکاواک چراغدان درست کرد و با دعا و درود به ساختن فتیله پرداخت. برابر ستاره رخ سکوت پادامنه های کول بزرگ شیوه را همسرایی اهل کاروان خللدار ساخت. بشناس به جان و دل خدا را، سلطان حبیب انبیا را، یاران جمیع اولیا را، خوشگو صلوات مصطفی را. دعوت بقا با نعت و مدحیه خوانی قریبی های ستاره پر به آخر رسید. حاضران هر کس چی درد، چی علم، چی اشک، چی غم، چی حسرت در نهانگاه سینه داشت با گریه و درودخوانی به در آوردند. سپس باج خوردند و نصیبه هم تقسیم شد. آقسخال امر کرد که تا چاشتگاه بخوابند، چون پس از مراسم طولانی به راه برآمدن دشوار بود. کاروانیان به زیر درختان خزیدند. مصلحت شیرین بک و غضنفر. شیرین بک می‌دانست که چه مسئولیت خوفناک را به ذمه گرفته است. اگر چرخ تقدیر به کام او نگردد، از 100 یک جانش هم نجات نمی‌یابد. ولی برای دفع نمودن شر شاه ظالم از سر مردم جسارت لازم است. بدبختی هایی که محبت خان به دوش هموطنان او افکند، حتی طاقت منصبداران و ندیمانش را طاق کرده است. کدام دیوانبگی سرش را زیر تیغ گذاشته به مقابل شاهش سوی قصد می اندیشد؟ معلوم که کاسه صبر او هم لبریز شده است. شیرین بک برای گفت و شنید با یوسف علی خان دوست دیرینه خود
غضنفر را انتخاب کرد. این مرد زبانی داشت که با آن به سنگین ترین قلب هم راه یافته می توانست. غیر از این وی یوسف علی خان را شخصا می شناخت. وقتی که یوسف علی خان در یارکند فراری بود، غضنفر و پدرش پیوسته آنها را خبر می گرفتند. پس از چشت شیرین بیگ به پسرش گفت که به ویاد می رود تا مقدار حاصل امساله را معین کند. وی در پشته های این دهه زمین للمی داشت. آن را به 4 کار داده بود و سال 2-3 مراتبه به آنجا می رفت. او با کمیت تیزتکش سوار شده در دوراهی در مارخت به جای ویاد لب 5 راه در مارخت را پیش گرفت. حسابش درست برآمد. غضنفر در دهه داغخانه در منزل یگانه ساکن آن دیوانشاه مهمانکوب بود. دیوانشاه مرد بود قوی هیکل پهلوان، بیباک، دیوکار، زحمتکش. او بر ضد شاه وخان محمد کریم خان اسیان برداشته شکست می خورد. محمد کریم خان او را دستگیر کرده به دار کشیدن می خواهد. دیوانشاه از تعقیب شاه گریخته به همین دهه خوش آب و هوا می رسد. دهه زمان آباد بوده است، ولی در پی کدام حادثه ویران و ولنگار شده بود. دیوانشاه در این دهه خانه ساخته از در مارخت دختری را به زنی می گیرد و در مدت کوتاه صاحب فرزند، مال و گاو و غلب و میوه می شود. با سخا و دستگشادی در تمام شغلان نام می برارد، ولی عیبش این بوده است که هنگام گسیل مهمانش را می زده است. بار مرد تقوادار از ناعلاجی شب را در خانه وی روز می کند. صاحب خانه عزت بسیار کرده سحر توشه و تحفه داده او را می گسیلاند. مهمان دست برداشته در حق او و اهل خانوادهش دعای نیک کرده ترسان و نگران به در می آید. دیوانشاه او را تا برآمدگاه دهه گسیل و سپس خیر و خوش می کند. مهمان چون می بیند که میزبان او را نزد، حیران شده برمی گردد و می پرسد که برای چی او را نزده است. دیوانشاه جواب می دهد: من مهمان ناسپاس را می زنم، تو از این قبیل نیستی. ناسپاسش چه خیل می شده است؟ آنه که به عوض مهربانی در خانه دعا نمی کند. به همین سبب دیوانشاه با لقب بیمناک مهمانکوب در تمام وادی های گرد و اطراف مشهور گشته بود. صاحب خانه آقسخال را در سر زمین هزارزه دوچار آمد و با بغلکش و چشمبوسی پیشواز گرفت. گاه گذار شیرین بیگ به این طرف ها می افتید و البته دیوانشاه او را به تناول یک خرمه جرغات فرح بخش هم دعوت می نمود. در پشتت علام داری که اینقدر سر و سیمه می تابی؟ پرسید دیوانشاه پس از سلام. در دیده های جانم، پاسخ داد شیرین بیگ، غضنفر را کار دارم. نخواد یک غندی انگشتخوار هم به آقسخال عالی تبار لازم شود. متاعبهش را دوام داد دیوانشاه. وی در لب رود سبد می بافد. مشغولیت عجیب برایش یافته پهلوان. غضنفر بیکار ماند تا قیش دود می کند. رفته، من تو را به نزد او می برم، گفت دیوانشاه و پیش در آمد. خوب شد که همین روز آمدی، پگاه رفتنی بود. آنها به نزد غضنفر رسیدند. دوستان همدیگر را کنار گرفته گرم حالپرسی کردند. غضنفر از تشریف اندوالش کمی خواطر هم شد. در خانه تنجیست؟ خواهرم شفا یافت؟ پرسید او. بعد دیدار خودت راستی وهمکش گم شد. چی پای قدم نیک داری اندوال؟ دعاگو. خرسند شد غضنفر. نفس من به همه تاثیر میکند بغیر از همین دیوبرزنگی. او به جثه بزرگ دیوانشاه اشاره کرده خندید. چقدر دم و دعا کنم ذره سفید نمی شود. دیوانشاه قاه خندید و گفت: سر صحرا که خوش آمدید، لیکن بهترش به خانه رویم. قلق خودم آمدم، جواب داد شیرین بیگ. من فرصت نشستن ندارم دوستم، لیکن جرغات ولعمت را یاد کردم. ها شما کارداران حکومت، کنایه آمیز گفت دیوانشاه، از بے فرصتی خود شغلان را از بندزاد خالی کردید. شما از دیدار هم سیر شوید، من خوردنی میارم. دیوانشاه رفت. شیرین بیگ مقصد آمدنش را به غضنفر گفت. غضنفر پیشنهاد ناگهانی دوستش را تأمل نمود و پاسخ داد: رفتن من به پیش یوسف علی خان کار شبهناک نیست، لیکن اگر در شغلان سر را نگاه داشته نتوانند، من که میگریزم، لیکن سر خودت تربوز غلام می شود. گپ در بین من و توست. به دیوانشاه بگو که من تو را به غاران برای آن فرستادم که از گله شاهی اسب بیاری. در بازگشت مرا
به اسب بیند چی گویم؟ به راه غرجوین برگرد. یوسف علی خان آدم خیلی دروندار و نافهم است. یگان بلا را به سرم نآورد. در چشمان کلان عیار غضنفر لحظه شعله ناباوری برق زد. غضنفر وای حالا تشنه خون برادر خود است. هر کسی برای به تخت برگشتن او را یاردم کند حبیب و عزیزش می شود. نخود در همین کار روشن شبهه کنی؟ غضنفر سر تاسش را خاریده جواب داد: اندوال، بیمم از این است که پادشاهان مثل من و تو درست فکر نمی کنند. لیکن من گپ تو را به زمین نمی مانم. حاضر گویی براه می برایم. ضیافت دیوانشاه را که خوردیم براه. من هم باید زود برگردم که کسی شبهه نکند. دیوانشاه در 2 سبدک خوراک هر خیله از جمله شوربای شفدگی آورد. دوستان ساعت با هم سر دستارخوان صحبت کردند و با ده خدای دستگشاد و مهربان پناه بر خدا کرده به 2 سمت مقابل غضنفر جانب فیض‌آباد، شیرین بیگ سوی بهشور اسب راندند. زهر مار. از بلندی نه تنها حوض بلکه گرد و اطراف سیربوته و سیردرخت آن هم چون در کف دست نمایان بود. وی از چشمه سیراب پشتکوهی شمال فیض‌آباد سیراب می گردید. آبش چون گوهرک چشم شفاف، حرارتش تابستان و زمستان قریب یک خیل. موافق نقل مردم آن را کدام یک شاه بدخشان برای تفریح خود و مقربانش کنده جوی کشیده یک قسم آب چشمه را به آن سر داده است. با مرور زمان این موضع به فراغتگاه درباریان و مهمانان شاه و منصبداران او تبدیل می یابد. در جنگلزار اطراف آن حیوانات وحشی خرد به مثل روباه، کفتار، زرگوش، سگ آبی، میر موشان را دچار آمده و شکار کردن ممکن بود. پرندگان گوناگون نیز با حضور پرسرور خود آن را پرلطافت‌تر می کردند. در داخل حوض هم زندگی جوش می زد. سیله مرغابی و قوهای گردن دراز سفید با شوخون و بیقراری های خیش گویا آدمان را به تماشا دعوت می نمودند. صباحی بر وقت ماهیان هر جا بازیکنان روی آب خیز زده ثانیه بدن چون شیر سفید خود را نمایش داده باز شلپاس زنان غوطه خورده به عمق حوض می رفتند. امروز جمعه است. در این روز نزدیک چاشتگاه زنان و دختران اهل دربار حتی شهبانو و دخترانش آبازی می آمدند. تا بازگشت زنان هیچ مرد حق نداشت به اینجا قدم گذارد. یک دسته کنیزان مسلح در گرد و اطراف گشته زنان را از حضور نامحرمان محافظت می کردند. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار 21 برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.